دوست ویدیو رو قطع نکنین که امروز ما به صبحانه به عسل دعوتیم. جناب انجینر صاحب میشه می عسل خور توضیح بدین که چی گله؟ جناب استاد بزرگوار، معمولا عسلی که ما تولید داریم از انواع مختلف گل‌های گل گندم بغلک، آویشن، دیگه گل‌هایی که از هرات مثل گل شبدر، گل گشنیز، خار، انواع بالای 1000 نوع گل جناب استاد بزرگوار ما سالانه از این عسلی که با بازار فروش داریم توزیع داریم. جان گل مشاهده میکنین این معمولا خود زنبور این عسل پروسس کرده، پلم کرده، این آماده برای خود برای تغذیه زمستان گذرانی خود کرده. اگر در صورتی که این عسل نداشته باشه، زنبور به هوا سرد یا مثلا تا بهار گلگیا به دست بیایه، زنبور کدام عسل نداشته باشه از بین میره. جناب استاد بزرگوار تشکر از شما. انجینر صاحب میشه مو توضیح بدین مدت چند سال میشه که این داخل زی کار عسل؟ ما جناب استاد بزرگوار حدودا از سال 1389 که محصل بودیم و پانزه زراعت کار شروع کردیم تا فعلا ان شاء الله که جریان داره. یعنی بهترین عسل ما از تمام مناطقی که بهترین گل داره مثل بند سبزک، مثلا ولایت‌های هلمند، قندهار، زنبور می‌بریم. بهترین عسل ما بمشهری‌ها خود تولید داره. برادرای عزیز، اگر هر دوستی هر برادری که تکلیف قند داره میتونه از این عسل میان استفاده کنه و ورزشکارای عزیزی که ورزش میکنن برای چربی‌سوزی بدن خود میتونیم از این عسل میان استفاده کنیم. شماره تلفن رو هم زیر پست میگذارم با به این شماره تلفنی تماس شید.